سلام علیکم. ما در مرکز شهر همدان هستیم. برادر ما آقای علی حاضر شهر میتن این 6 تا کوچه کلام همینجا سرشته میدن. من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان همزبانان تاجیک. در خدمت آقای دکتر طاهری هستیم، پزشک برگزیده سال 2004 جهان. و این محوطه ای رو که دارید میبینید میدان اصلی همدان هست، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، که اینجا تمدن مادها بوده و یک موزه زنده است. یک موزه زنده است. هر جای اینجا رو بخوای حفاری بکنی یه اثر تاریخی بیرون میاد. ولی خود این دور میدان مال 400 سال پیش آقای دکتر، که 6 تا خیابون طراحی شده. 6 تا خیابون. این خیابون تختی هست، اون خیابون شهدا هست، اون خیابون اکباتان هست که به شهر باستانی حکمتانه که امسال سال 2024 ثبت جهانی شده. این بابا طاهر هست که به آرامگاه بابا طاهر که آقای دکتر راجع به دل خیلی بابا طاهر اوریان، بابا طاهر اوریان که آقای دیدین اطبای همدان تو جلسه گفتن که بهترین شاعری که راجع به دل کار کرده تو دنیا همین بابا طاهر هست. اینم خیابان شریعتی هست. اینم خیابان بوعلی هست که میره برای آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا، حکیم بی‌بدیل مشرق زمین. حکیم بوعلی سینا از این خیابون میره و ما خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر هستیم و امروز هم در جلسه‌ای با اطبای همدان بودیم و از آقای دکتر استفاده کردیم. شکر زیاد. سلامت باشید.